خب میخوایم یه سیستم ورود و عضویت رو با هم بررسی بکنیم که با شماره تلفنه و تمام بخشاش رو میتونیم شخصی سازی بکنیم. هر مدلی که دلمون بخواد، همه متن‌هاش، همه بخش استایل CSSش و تماما هم با یه شورتکد الیمنتور کار میکنه و در نهایت این تمام بخش‌ها رو با هم بررسی میکنیم. من اینجا شماره تلفن خودم رو وارد بکنم و اینجا میتونیم که UIش رو هم ببینیم. 63 289. سیستم به این صورت عمل میکنید. در نهایت هم به لینکی که ما حالا تعیین میکنیم ریدایرکت میشه و خیلی ساده و سریع و کاربردی. بخش عضویتش هم این حالا چیز ورودش بود، عضویتش هم خودکار با هم بررسی میکنیم و بریم ببینیم که اون طرف توی بحث مدیریت چه خبره. خب دوستانی که حالا بخش پلاگین های سورا رو برای اولین بار دارن میبینن، ما تا اینجا 3 تا از تب ها رو کامل کردیم. بخش صفحات محصول که کلی ویژگی داره، ویدیوش روی کانال هست. بخش سربرد، اینجا هم باز کلی ویژگی های خوبی رو داریم. سواد خرید و تو این ویدیو میخوایم به بخش ورود عضویت برسیم. قبلش من یک سری توضیحات در مورد سامانه‌های پیامکی و در واقع حالا پترن ها و وب سرویس های الگو بهتون بگم. خب سامانه پیامی تو و ملی پیامک فعلا این دو سامانه توی سورا فعال هستن. اگر از سامانه دیگه استفاده میکنین میتونید با پشتیبانی ما، چه حالا توی کانالمون هست، توی وبسایتمون هست، ارتباط بگیرین و ما براتون شرکت دیگه هم اضافه بکنیم. اما آنچه که ما حالا خودمون تو این مدت فیدبک های گرفتیم، اکثر بچه‌ها از ملی پیامک و پیامی تو استفاده میکنن. حالا فراز و سمت و غیره هم هست که در ادامه آپدیت ها انشالله اون هم اضافه میشه. خب هر دوی این شرکت ها در نهایت یک بخش الگو پترن دارن و چیزی که اینجا میخوایم با هم بررسی کنیم همین بحث متغیرهای پترن. ببینید ما توی پلاگین سورا خب برای هر کدوم از این وب سرویس ها یه اطلاعات ورود میخوایم. حالا این اینپوت ها اینجا تایپش پسورده، به خاطر حالا این ویدیو داره به صورت پابلیش منتشر میشه، اینا در واقع لو نره، خودمون که بگم دیگه. اوکی، برای پلاگینی که دست شما میرسه و از سایت میتونید دریافت کنید، خب اینها قابل نمایش است. نام کاربریمون، رمز عبورمون، پاکش بکنم، رمز عبورمون رو میتونیم اینجا وارد بکنیم. در نهایت 2 تا پترن از ما میخواد. یکی بحث کد تاییده، یکی بحث در واقع ثبت نامه. ثبت نام حالت هم خوش آمدگویی داره، یعنی به عنوان مثال من اینجا وب سرویس رو دارم دیگه. حالا این میتونه هر مدل متنی باشه، اما پترنش باید اینجا در واقع 1 عدد باشه و حالا همون 0 قرار. یعنی ما نمیتونیم چند تا پترن اینجا بذاریم، از یه دونه پترن باید توی الگوی پیامکمون استفاده بکنیم. حالا ما اینجا حتما اشاره کردیم که از 1 پارامتر حتما برای پترن ها استفاده بکنی. مثال اینجا علی عزیز سلام به فروشگاه ما خوش اومدید. اوکی، یعنی اون حالت پترنش یه دونه قرار میگیره و برای کد تایید به همین صورت میتونید حالا اینجا از همین الگو هم استفاده بکنید. لینک وبسایت خودتون رو بذارید و در نهایت که سامانه وب سرویستون تایید شد، میتونید لینک کد تایید در واقع پترنتون رو برای کد تایید و بحث خوش آمدگویی اینجا قرار بدید. یک مورد هم هست من رفرش بکنم، ما یه تست اتصال هم داریم، حالا هم برای ایمیلی پیامک داریم هم برای پیامی تو. اینجا بیاد تست اتصال بزنید، به شما میگه که آره این حالا اتصالش با این نام کاربری رمز عبور درست بوده یا نه. این کتاب اینجا چیز خیلی در واقع پیچیده ای نیست. پترن ها رو هم حالا تا اینجایی که در واقع بتونم یه سری نکات ریز فقط بگم توضیح بدم. میدونم که خب خیلی هاتون استفاده میکنید از این بخش ها، با دیجیت کار کرده باشین 100% از این پترن ها استفاده میکنید و خیلی آره چالشی براتون نداره. خود پلاگین یکم جلوتر بریم، بخش آدرس‌ای رو داریم. حتما صفحه ورود و ثبت نامتون رو اینجا مشخص بکنید. چرا؟ حالا در ادامه بهش میگم. برای بحث پرداخت و یه پلی بین سواد خرید و پرداخت ما گذاشتیم برای ورود و عضویت. اینجا حتما مشخص بکنید صفحات وبسایتتون اینجا به صورت خودکار میاد، بعد انتخاب بکنید و این خیلی نکته مهمیه توی روند الگوریتم پلاگین، نکته مهمی که باید حتما رعایت بشه. بحث ریدایرکت های صفحه، خب این که در واقع به صورت عادی کاربر بعد از ورود و ثبت نام، حالا میتونه پنل کاربریتون باشه، میتونه صفحه اصلی وبسایتتون باشه،
و هر لینکی که شما اینجا قرار بدید کاربر میتونه که به اونجا هدایت بشه. ما خب توی ورژن اولمون که داشتیم تست می‌کردیم این حالت رو هم همینجا خودکار گذاشته بودیم، اما گفتیم شاید برای بعضی از کمپین ها، برای بعضی از در واقع سیستم ها نیاز باشه که اصلا به این لینک جدای از وبسایت ریدایرکت بشن. خب ما اینجا به صورت دستی قرار دادیم که بتونی انجام بدید. برای بحث پرداخت هم در ادامه ویدیو بهش میرسیم. سیستم جالبیه، خیلی از پلاگین ها باگ دارن اینجا، خیلی جاها ما از صرف دستی استفاده میکنیم، از کدای PHP استفاده میکنیم. اینجا خیلی راحت براتون قابلیت گذاشتیم که بتونید مدیریت بکنید کاربران رو. و یکی از نکات مهم، چالشایی که ما همیشه تو این بحث پلاگین های سیستم ورود عضویت داشتیم این متن‌هاش بود. یعنی ما نمیتونستیم که متن‌هایی که توی وبسایت استفاده میشه حالا تو این صفحه ورود عضویت تغییرش بدیم. اینجا ما تک به تک تمامی متن‌ها رو براتون قرار دادیم، تمام مرحله ها و حتی ارورها کاملا اینجا میتونید تغییر بدین، آنچه خودتون میخواین قرار بدین و در نهایت هم روی ذخیره کلیک بکنید تنظیماتتون ذخیره بشه. اینجا توضیح خاصی نمیمونه غیر از این بحث اینجا که یه خورده باز موند. حالا چجوری استفاده بکنیم؟ ببین ما اینجا یه شورت کد داریم. خب شورت کد کپی میشه، استایلش هم کپی میشه. دوستانی که ما رو دنبال کرده باشن میدونن که چقدر راحت استفاده از سورا. یه بحث لاکار هم داریم. خب خیلی جاها حالا این تو ایران البته بیشتر اتفاق میفته، سیستم پیامکی و ایمیل اینجوری نیست. پیامک اینجا تایید از ما اینجا قصه اتصالمون رو میزنیم درسته، اونور داخل خود مثلا فرانت اند هم میبینیم پیامک داره ارسال میشه، اما برای موبایل ما هیچ یا موبایل کاربر این پیامک تایید نمیاد. این مشکل خوبت ارتباطات بعضی موقع. حالا ما چجوری از سمت سایتمون کاملا مطمئن بشیم؟ دو تا راه داریم، یا اینکه بریم داخل سامان پیامکیمون از داخل خود پنلمون تست بکنیم، یا اینکه خیلی اینجا راحت لاگ ها رو بزنیم. خب کاملا مشخصه که در واقع حالا ما اینو فارسی سازی کردیم، خیلی راحت ببینید 10 لاگ آخر رو توی چه تاریخ و ساعتی، به چه شماره ای، از چه سامانه ای، چه پاسخی دریافت شده برای وبسایتمون. این هم نکته کاربردی. حالا خیلی از پلاگین ها کم دارن، ما سعی کردیم که بیشتر چالش ها رو پوشش بدیم، چون این ویژگی جدیدی نیست. ما فقط کردیم که بتونیم یه خورده راحت تر و ترتمیزتر بتونیم از این سیستم استفاده بکنیم. خب بریم زیاد اضافه گویی نکنیم. یه نکته بگم، شما اینجا برگه داریم، بذار من اینجا این تب باز بکنم، ورود عضویت ثبت نام. خب من اینجا میخوام ویرایش با المنتور بزنم. یه تداخلی که حالا تداخل نمیشه اسمشو گذاشتا. اگر میخواین بعد از اینکه در واقع این برگه ورود عضویتتون رو با المنتور ویرایش بکنید، برای بار اول که اصلا نیازه، شما اصلا برگه میزنی، ویرایش با المنتور یه شورت کد میزنی. برای دفعات بعدی بایستی بیاد اینجا در واقع بخش ورود ثبت نامتون از اینجا بردارین، غیر فعال بکنین، چون صفحه اینجا لاک میشه دیگه. یه رفرش اینجا بکنید، صفحه المنتو براتون باز بشه، تنظیمات و حالا اون چیدمانی که میخواین رو انجام بدید و بعد دوباره این رو به حالت اولش برگردونید. درسته؟ خب ببین ما اینجا من بیام در واقع این CSS رو بردارم که حالت خام باشه، جادو میکنه یهو همه چی عوض میشه. خب ما اینجا یه شورت کد داریم که کپی میکنیم، اینجا پیست میکنیم. اینم که المان در واقع کد کوتاه، اینم که دیگه سکشنه دیگه. حالا ما اینا رو خیلی بازش نمی‌کنیم چون دوستان همه توی کار هستن و میدونن چه خبره. و این کانتینر ما در نهایت کد CSS داره. کد CSS همون هم حالا میتونیم اینجا مینیفای شده هست، شما میتونید آن مینیفای کنید. آن مینیفای کردنم که طبق بار قبل ما یک وبسایتی داریم برای آن مینیفای کردن کد هامون، قرار میدیم اینجا آن مینیفایش میکنیم، کنترل A، کنترل C و این پایینتر رو کنترل. همه کد ها مرتب، هر بخش رو نیاز داشتیم با اینسپکت گوگل میره تغییرش میدین. به عنوان مثال بذار من اینجا یک بار دیگه وارد بشم. خب لگین، من به عنوان مثال نیاز هستش که این بخش ها حالا هر در واقع دیزاینی که دلتون میخواد تغییر بکنه، کدهاش آماده هست، کلاسش رو اینجا پیدا میکنید، کدهایی که دلتون میخواد رو اینجا تغییر میدید و بعد میرید داخل خود
بحث CSS هاتون کدها رو جایگزین میکنین و تغییرات براتون اعمال میشه. خیلی استایل های متفاوتی میشه داد به این در واقع ابزار. حالا بعضیا میان از مدل های مثل تصویر استفاده میکنن، در کنارش میان حالا یه بک‌گراندی میذارن. ما از یه حالت مینیمال استفاده کردیم، اما دست شما کاملا برای انواع دیزاین ها باز. و این از این. حالا چیز خیلی خاصی هم نبود. دوباره برگردیم داخل پنلمون، بیایم اینجا روی همین ورود ثبت نام بذاریم، ذخیره رو بزنیم. این هم که دیگه تغییر خاصی ما اینجا لحاظ نکردیم. خب برگردیم بحث پرداختش هم با هم بررسی بکنیم. ببینید ما اینجا من به عنوان مثلا هنوز داخل وبسایت لاگین نشدم. خب میام یه محصولی رو پیدا میکنم، یه محصول این سیستم سرچ هم دوستان ما توی همین سورا داریم، تو ویدیو قبلیمون هست. تمام این صفحات محصول، گالری ها، در واقع این بخش ویژگی هامون، این در واقع نمایش ویژگی هامون، محتویات جعبه، همه این بخش ها، این بحث کامنت ها، همه توی ویدیو اول که حالا براتون اینجا لینکش هم میذارم. فکر احتمالاً یوتیوب آپشنی داره میاره اینجا ویدیو رو براتون میذارم ببینید. اگر حالا براتون جالب بود خواستی دارین چجوریه، سعی کردیم که همه چیز رو خیلی ساده مثل همین شورت کد و CSS که براتون اینجا قرار دادیم استفاده بکنید و راحت باشید. خب بریم ادامه بدیم. من یه محصول اینجا به سرعت خرید خودم اضافه میکنم. این پاپ اپ انیمیشن داره، باحالم، مال خود سوراست. و در ادامه خب من لاگین نیستم دیگه، اینجا میخوام که وارد بخش پرداختم بشم. بخش پرداخت من هم یک برگه با URL پی این پایین اگر ببینید. و من برای اینکه به این برگه برسم اینجا چون ما تنظیم کردیم که در واقع صفحه ما که صفحه ورود ثبت نامه، اینجا هم اجباریمون فعال هست. خب حالا برای وارد شدن به صفحه پرداخت حتما بایستی لاگین انجام بشه. من بیام بحث عضویتش هم ورودش رو که تست کردم، عضویتون تست کنم. من تو کاربران برم این شماره‌ای که داشتم و یعنی این یکی رو بیام حذفش بکنم. خب این آواتارا رو الان می‌خوایم بریم با هم بررسی بکنیم. ببینید اینجا من میام دوباره با همین شماره لاگین انجام بدم. خب اینجا برای بحث عضویتش خب از کاربر یه آواتاری میخواد. یه آواتارش هم آواتار آیفونه، خیلی جذاب و کاربردیه. کاربران میتونن برای خودشون خیلی ساده و مینیمال و راحت یه تصویر انتخاب بکنن. و حالا این یکی رو بذاریم، یه اسمی هم اینجا برای خودمون میذاریم. سلام امیر عزیز، خوش آمدید. و وارد بحث پرداخت میشه کاربر. خود همین صفحه پرداخت کلی ما ویژگی های باحال داریم داخلش. داخل یکی از تب های سورا به عنوان پرداخت بهش میرسیم. ویدیو بعدیم برای بحث فیلترهای پنل کاربری داریم، مقایسه، اعلانات و غیره. اینا هنوز خیلی قراره بیشتر بشه و تک به تک این تب ها کلی خبر خوب براتون داریم. اما برگردیم به کاربران. حالا ببینید اینجا هر کاربر یک آواتاری داره. خود این آواتارها هم با یه شورت کدی میشه نمایش بدیم، حالا هر جای وبسایت که بخوان. و میبینیم که آره من با این شماره لاگین کردم و اینجا آواتارش قرار گرفته. داخل خود بحث کاربران هم که بریم، یک ایمیل اینجا قرار داده شده. ایمیل از خود شماره تلفن برداشته شده. نقشمون که مشتری، خب این با وردپرس تنظیم میشه. نام کاربری همون شماره تلفنه که برای بحث حالا پیامک‌های تبلیغاتی خیلی میتونه مهم باشه. اسمم که اینجا امیره. دیگه مورد خاصی نمیمونه، خیلی راحت و سریع و کاربردی سعی کردیم که این ابزار رو آماده کنیم براتون. پلاگین سورا رو میتونید از وبسایت ما ahplus.pro که لینکش هم داخل دیسکریپشن ویدیو و حالا شورتس که داریم میبینید قرار دادیم. امیدوارم که لذت ببرین. هر سوال، کامنت و موردی بود حتما توی کامنت ها ما بگید. راه پشتیبانی ما توی وبسایتمون هست، داخل در واقع دیسکریپشن ویدیومون هست. دمتون گرم که میبینید. مرسی از همه، از حمایتتون از سورا، از پیام‌های خوبتون، از محبت هاتون. ما کلی همیشه لذت میبریم و انگیزه میگیریم برای ادامه. دمتون گرم. خدا نگهدار.